ساختمان و بنیاد نیروگاه برق آبی راغون با وظیفه‌گذاری‌های استوار و نظارت جدی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سطح بلند جریان داشته تا به امروز در این انشاءات استراتژیکی کشور 60% کارهای ساختمانی به انجام رسیدند. کارهای خوابانیدن مواد شغال زمین در تکیه‌دیوار پایانی سربند در سطح‌های 1121 متر از سطح بحر و پریزمای تکیه‌دیوار بالایی سربند در سطح 1140 متر ادامه یافته ماه فوریه در حجم 719761 متر مکعب مواد خوابانیده شد. کارهای خوابانیدن جنس‌های کوهی در قسمت پایانی سربند در سطح‌های 1112 1113 متر و در قسمت بالایی در سطح‌های 1335 1140 متر ادامه یافته ماه فوریه در 98756 متر مکعب مواد خوابانیده شد. در سربند نیروگاه ماه فوریه در حجم 818517 متر مکعب و در مجموع 42,792,007 متر مکعب مواد خوابانیده شد که آن 54% حجم لایحه‌ای را تشکیل می‌دهد. 7 سال میشه در نیروگاه برق آبی راغون کار و فعالیت برده ایستادم. من خیلی شاد هستم از کار خودم و از جناب عالی خیلی منتداری خود را میرسونم که ما را با این شرایط این کار با معاشی بلندترین کار میکنیم. در عین زمان در ساختمان این انشاءات بزرگ هیدروانرژتیکی زیاد از 19,000 کارمندان مهندسی و تکنیکی فعالیت دارند که از این نشان دهنده 18,000 نفر را متخصصان و ساختمانچیان وطنی تشکیل میدهند. در نقب ساختمانی قبط چهارم در منطقه کامرای دروازه‌ها PK13 جمع 57 تا PK13 جمع 78 متر وصل و نصب ورقه‌های آهنین، کارهای بتون خوابانی و کارهای کفشگری به پورگی به انجام رسانیده شده است. نقب ساختمانی قبط چهارم با درازی 1700 متر در بر گرفته نقب از پیکت 1237 با طرز دو شاخگی جدا می شود، شاخه A و شاخه B. چی طوره که ما شاهد هستیم عین حال کارها در حال انجام‌یابی قرار دارد. عین حال ما در موقع بینای دروازه‌ها قرار داریم. در بینای دروازه‌ها ما برای آمادگی دروازه‌های هموار در شاخه A هم شاخه B نصب دروازه‌ها کار رو ادامه داده ایستاده‌ایم. در دروازه‌های رادیالی باشد نصب شارنیرها که 8 عدد در هر دو شاخه در بر میگیرد، 4 عدد شاخه A و 4 عدد شاخه B. اینها علاقه وصل و نصب گردیدن به انجام رسیدند. در منطقه کامرای دروازه‌های اساسی کارهای وصل و نصب آهن‌فلزات، بتون خوابانی و کارهای کفشگری طبق لایحه پورا اجرا شدند. حالا ما در خبط ساختمانی نقب چهارم قرار داریم که در اینجا کارها به مرور انجام یافته ایستاده‌اند. در خبط ساختمانی نقب چهارم از 8 دروازه عبارت بوده، 4 دروازه صدمه‌ای و 4 دروازه اساسی را در بر می‌گیرد که حالا از این دروازه‌ها 2 دروازه صدمه‌ای پورا به انجام رسیده. عین زمان کارهای نقب وزن دروازه‌ها مرحله به مرحله انجام یافته ایستاده است. در خبط ساختمانی نقب چهارم پورا کارگرانی بودند که در اینجا سهم خود را گذاشتند. ما جوانان فخر آرزو می‌کنیم که در چنین انشاءات بزرگ کار و فعالیت می‌کنیم. ما ساختمانچیان کوشش می‌کنیم که این کارها رو با سطح صفت بلند پورا به انجام رسانیم و در این نیروگاه بزرگ یک سهم خود را کارهای وصل و نصب تجهیزات‌های هیدرومکانیکی دروازه‌ها باشد در هر دو شاخه نقب، قسمت‌های دروازه‌های تعمیری و تعمیر صدموی طبق نقشه در حال انجامیابی است. این حال در نقب استیج 4 کارهای نصب تجهیزات‌های یاری رسانی برقی استیج 4 وارد گشته است که در اینجا این حال کارهای نصب 2 دروازه خط B با انجام رسیده، تجهیزات‌های برقی نصب گردیده ایستاده است. در منطقه بفشار نقب ساختمانی قبط چهارم PK13 جمع 78 تا PK14 جمع 28 وصل و نصب ورقه‌های آهنین و کارهای کفشگری پورا اجرا گردیده بتون خوابانی با سرعت ادامه یافته ایستاده است. کارهای ساختمان و وصل تجهیزات در نیروگاه با رعایت استانداردهای بین‌المللی، تشخیص همه‌جانبه از جانب کارشناسان بلند اختصاص و صاحب تجربه وطنی و خارجی انجام داده می شوند. در تمام قطعه‌های ساختمانی این انشاءات هیدروانرژتیکی کشور لحظه کار قطع نگردیده، بنیادگران ساختمان نیروگاه برق آبی راغون با عزم و اراده قوی شاهکاری می آفرند.